خانم فرو. سلام. استادتون رونمایی دارم. تو چرا استرس داری؟ ما یه وعده دادیم قرار بود امروز از 2 تا قطعه رونمایی بکنیم و یکی از اونها چشم خمایی که ساخته شد با نقره، مس، برنج و طلا. خواست دور بشه. من اینو برای تبدیلش میکنم یه انگشتر در واقع جاودان. چشم خمای ما دقیقا مثل اقنوس از خاک سر خودش دوباره زاده میشه. انگشتر 17 گرمی داره. سنگین، جسورانه برای انگشت خیلی خاصه. با سنگ‌های جواهری که عمدتاً حالا پیشنهاد ما زمرد، یاقوت و البته سیترین و فیروزه. این 4 تا سنگی که خیلی میتونم پیشنهاد بدم و فکر می‌کنم جذاب باشه به عنوان یک هدیه یا یک انگشتر جسورانه. خب اما سورپرایز دوم، ما قرار بود از دومین قطعه هم رونمایی بکنیم. قرار شد اسمش رو هم نگم و نگفتم بهتون. فکر میکنم اینجا الان باید پناه ببریم به شیون فومنی. که اونجاست که میگه توی بخشی از شعرش نظر دوسته دنه میرزا مرد میدان بود، نه من نه تو که امین خان سبز میدان بود. و ما قطعه سبز میدانمون رو اینجا از فیروزه و بدنه چنگالی از جنس نیکروم. خب سنگ آرمین در واقع انگشتر متعلق است به آرمین. هم از پیچک های دور سبز میدون الهام گرفته شده. وای عجب چیزی این شد. سورپرایز. ببینید تا منتظرش باشید. اینه اصلا